باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از لغو برنامه تمرین نظامی مشترک این کشور با مصر خبر داد. آقای اوباما که یک روز پس از سرکوب خونین حامیان اخوان المسلمین توسط ارتش سخنرانی می‌کرد، گفت که با توجه به این اتفاقات مناسبات آمریکا و مصر نمی‌تواند همانند گذشته ادامه داشته باشد. آقای اوباما که در ماساچوست سخنرانی می‌کرد گفت آمریکا نمی‌تواند آینده مصر را رقم بزند. این مسئله است که تصمیم گیری درباره آن به عهده مردم مصر است. ما جانب هیچ یک از طرف‌های منازعه را نمی‌گیریم. من می‌دانم که مصری‌ها وسوسه می‌شوند که آمریکا یا غرب یا بازیگران خارجی عرصه سیاست را مقصر بدانند. حامیان محمد مرسی ما را سرزنش کردند، اما همزمان طرف دیگر هم ما را به حمایت از محمد مرسی متهم کرده است. چنین روی کردی به هیچ وجه به مردم مصر برای رسیدن به آنچه که سزاوار دستیابی به آن هستند کمک نمی کند. ما خواهان موفقیت مصر هستیم. ما خواهان مصری آرام، دموکراتیک و پیروز هستیم.